خب دیگه از امور توحیدی که است چی هست؟ توحید در وسیله گرفتن است. بسم الله الرحمن الرحیم. توحید در وسیله. وسیله چی است؟ وسیله در لغت به معنای تقرب و نزدیکی و رغبت و علاقمندی هست. و در اصطلاح وسیله دو قسم است، یکی وسیله تکوینی هست و یکی وسیله تشریعی. وسیله تکوینی یعنی اسباب که در طبیعت الله متعال در این جهان خلق کرده و این وسایل هست که ما و شما از این استفاده میکنیم به قدرت الله. مثلا چشم وسیله هست برای دیدن، گوش وسیله هست برای شنیدن، آب هست وسیله برای دفع تشنگی. این کلش از جانب الله خلق شده. این وسایل تکوینی میگن. مثلا در قرآن عظیم شان الله متعال میگه الذی جعل لكم الارض فراشا، او ذات که زمین بر شما فرش وارد ساخت، و السماء بناء، آسمان مثل سقف ساخت، و انزل من السماء ماء، از آسمان الله باران در ابرها نازل کرد، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. پس این باران وسیله شد برای چی؟ برای زمین که زمین کشت زراعت شوه و رزق مردم شوه. پس این وسایل است که این وسایل تکوینی میگن. در احادیث هم آمده هست، مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که سجده میکرد باز میگه اللهم لك سجدت و بك آمنت و لك اسلمت سجد وجهی للذی خلقه و صوره و شق سمعه و بصره. یعنی الله سبحانه و تعالی برای ما گوش داده و برای ما مثلا سمع و بصر، چشم. پس این الله سبحانه و تعالی این وسایل تکوینی را خلق کرده تا ما از او استفاده بکنیم. خب این وسایل چی هستن؟ این وسایل تکوینی هست. در وسایل تکوینی دو شرط است. شرط اولی است که وقتی ما و شما از وسیله تکوینی استفاده میکنیم اما هدف حاصل بکنه. مثلا غذا را میخوریم که این سبب سیری میشه، اما خاک آدم از سیر نمیکنه، پس خاک نمیخوره دیگه وسیله مباح هست. مثلا وسیله باید مباح باشه. مثلا گوشت گوسفند وقتی که ذبح شوه این مباح هست، اما گوشت خوک اگر چیز سیر میکنه لکن مباح نیست، از این باید انسان نخوره. خب قسم دوم وسیله تشریعی هست. وسیله تشریعی چی است؟ میگه وسیله تشریعی هر وسیله است کل سبب یوصل الى المقصود عن طریق ما شرعه الله تعالی. یعنی وسیله شرعی تشریعی هست که از طریق از او انسان به هدف میرسه و الله سبحانه و تعالی او را برای ما و شما تشریع کرده، او را در قرآن و در سنت بیان کرده، یا به وحی جلی و یا هم به وحی خفی. مثلا در آیت شریف ما و شما میخوانیم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ای مؤمنان شما تقوا بکنین و به الله وسیله بگیرین. ده اینی بسیاری که اصلا حتی در تفسیر و در فهم از این منحرف میشه. نه، الله متعال میگه شما باید وسیله بگیرین. خب ما وسیله بگیریم، سعی کنین یکی از وسایل بعد ذکر کرده که چی است؟ وجاهدوا فی سبیله. یعنی یکی از وسایلی که سبب نجات انسان میشه چی است؟ جهاد فی سبیل الله است. حالا مثلا وسایلی که سبب نجات انسان میشه چی هست؟ همیشه قرآن عظیم الشان بعضی آیات دیگر را تفسیر میکنه. مثلا وسیله چی هست که الله متعال امر کرده که وابتغوا الیه وسیله، برای الله وسیله بگیرید. وقتی که سوره والعصر میخونیم، سوره والعصر برای ما وسیله را نشان میده، میگه که وسایل نجات کدام است؟ والعصر، الله به عصر قسم میخوره که ان الانسان لفی خسر، انسان در ضرر است. خب الا الذین، مگر کسانی که 4 وسیله دارن. این 4 وسیله چی است؟ نجات انسان است. ایمان هست، آمنو و عملوا الصالحات، اعمال صالح است، و تواصوا بالحق، دعوت به توحید است، و تواصوا بالصبر، و دعوت به صبر است. پس این وسایل چی است؟ وسایل نجات است. خب
این حال مثلا در احادیث چه قسم ابی هریره رضی الله عنه میگه قلت یا رسول الله، میگه ما گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامه، کدام کسا زیاد همو خوشبختترین انسان هاست به شفاعت تو در روز قیامت؟ میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لقد ظننت یا ابا هریره ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك، میگه من تو گمان داشتم که از این هیچ کس بیشتر از تو از ما سوال نمیکنه. چرا؟ لما رأيت من حرصك على الحديث، به خاطر از اینکه ای ابو هریره به حدیث بسیار حریص هستی، بسیار علاقمند هستی. جوابش چی است؟ میگه اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامه، میگه نیکبخترین انسان ها به شفاعت ما در روز قیامت با سعادتمندترینشان کی هست؟ کسی که گفت لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه، یعنی این خالص از قلب خود و خالص از داخل خود لا اله الا الله گفت. چی معنی لا اله الا الله خالص از قلب خود؟ یعنی لا اله الا الله را با ارکانش، با شروطش و با تعهداتش، یعنی یک مسلمان باید این سه چیز اساسی را خوب یاد بگیره: ارکان لا اله الا الله و شروط لا اله الا الله و تعهدات لا اله. اینی کسی که همین قسم لا اله الا الله را بفهمه و به او عقیده بکنه، این به شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار نزدیکه. قتاده رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ میگه وابتغوا الیه الوسیله، میگه وسیله چی است؟ میگه تقرب الیه بطاعته والعمل بما یرضیه. دو چیز وسیله شما میشه: طاعت الله و عمل به آنچه که الله را راضی میسازه، یعنی عمل خود انسان. مجاهد تابعی دیگه که مفسر قرآن است چی میگه؟ میگه وابتغوا الیه الوسیله. وسیله چی است؟ القربة الی الله جل و عز، خدا به الله نزدیک ساختن. انسان چه قسم به الله نزدیک میشه؟ با توحید، با عقیده درست، با عبادت، با اطاعت. مفسران قرآن کلشان وسیله را عمل نیک خود انسان تفسیر میکنه. شما به الله وسیله بگیرین، به توسط چی؟ توسط چی بگیرین؟ توسط اعمال نیک خودتان. مثلا ابن جریر طبری میگه واطلب القربة الیه بالعمل بما یرضی. شما به الله خدا قریب بسازین با چی؟ با عمل کردن با آنچه که الله را راضی میسازن. علامه ابن کثیر در تفسیر خود چی نوشته میکنه؟ میگه تقرب زمان حاصل میگه که کسی اوامر الله را مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بده. این تقرب چی وقت حاصل میشه؟ وقتی که انسان حکم الله را به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بده. صاحب تفسیر منتخب چی میگه؟ این همی وسیله را میگه چی است؟ اعمال نیک و کارهای خیر است. میبینی هر مفسره که میبینی این کلمه را به چی تفسیر میکنه؟ به اعمال نیک و کارهای خیر انسان. در تفسیر مفاتیح الغیب میگه تمام تکالیف در شریعت در دو چیز حصر شده که سوم نداره. اولش ترک ممنوعات است، او را الله متعال در آیت میگه گفت که اتقوا الله، و دومش اجرا نمودن اوامر الله هست و ابتغوا الیه الوسیله. این میگه آیت کل شریعت بیان شده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. اتقوا الله، از گناه ها خدا وقایه کنید، و ابتغوا الیه الوسیله، اعمال صالحه بکنیم که شما کامیاب شوید. یعنی تمام مثلا تفسیر وسیط هم وقتی که خوانیم این هم میگه که طاعت ها و ترک گناه ها ای وسیله هست. شهاب الدین الوسی میگه که وسیله به وزن فعیله هست که توسط از توسل میشه، تقرب به الله از فعل اطاعت ها و ترک معصیت ها. کل مفسرین همین. در تفسیر نصفی هم میگه که انجام دادن طاعت و ترک گناه ها. علامه شوکانی در تفسیر خود میگه که وسیله چی هست؟ که انسان ها قربت و نزدیکی هست به تقوا
به هر چیز از نیکی ها صدق می نماید. علامه سمرقندی در بحر العلوم چی میگه؟ اطلب القرابة والفضیلة بالاعمال الصالحه. اینه با اعمال صالحه. وسیله چی شد؟ اعمال صالحه شد. وجاهدوا فی سبیله یعنی فی طاعته، در طاعت الله جهاد کنید. اینه می قسم علما کلشان اهمیت چی میگن؟ علامه ابن تیمیه چی میگه؟ میگه وسیله که الله با آن امر کرده که طلب گردد و از ملائکه و انبیا خبر داده که آنها هم آن را طلب می نمودند، وسیله‌ای که با آن تقرب به الله صورت میگیرد از واجبات و مستحبات. این وسیله است که الله مؤمنان را به طلب آن امر کرده است. واجبات و مستحبات کلش. خلاصه ای که تمام مفسرین وسیله چی را بیان کردن؟ اعمال صالحه خود انسان است. پس انسان مسلمان وقتی که آیت میخوانه که وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله اعمال ایمان و امو کارهای نیک خود انسان است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.